به نام ایزد یکتا، بنده بابک کمالی، آقای ریاضی ایران، امروز با حل 2 سوال از مبحث حسابان در خدمتتون هستم. سوال اول رو که الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید، یک دنباله به ما داده شده n به علاوه 18 به روی n منهای 1. میخواد بدونه چندمین جمله این دنباله برابر با عدد 20 هستش. در یک همچین سوالی در واقع جمله عمومی به ما داده شده آیه n برابر با 20. با جایگذاری این عدد در این تساوی ما به این تساوی میرسیم که الان کافیه یک طرفین وسطین اینجا انجام بدیم. پس 20 رو در مخرج ضرب میکنم. وقتی 20 در مخرج ضرب میشه هم باید در n و هم در منفی 1 توزیع بشه. پس 20n منهای 20 مساوی n به علاوه 18. حالا n به طرف اول و منفی 20 به طرف دوم منتقل میشه. 20n منهای 20 مساوی 20 به علاوه 18. حاصل این محاسبه 19n مساوی 38 خواهد بود. اگر طرفین رو به 19 تقسیم بکنم n مساوی 2، یعنی جمله دوم این دنباله برابر با 20. تست کنکوری شبیه این سوال وجود داشته. این مسئله هستش، میخواد ببینه در این تصاعد عددی کدامین جمله صفره. خب تفاوت این مسئله، این تست با سوال قبلی این هستش که در این سوال ما باید جمله عمومی رو که در اونجا داده شده بود خودمون محاسبه کنیم. به چه شکل؟ خب جمله عمومی تصاعد عددی همه میدونید که دارای فرمول مشخصی هستش. برای اینکه ما جمله عمومی رو بنویسیم باید جمله اول که همیشه داده میشه 208 و قدر نسبت با کمی دقت قابل محاسبه است. کاملا واضحه که 208 به علاوه عدد منهای 4 شده و 204 به دست اومده. پس قدر نسبت ما منفی 4 و جمله اولمون برابر با 208 هستش. این عبارت که باهاش آشنا هستید جمله عمومی یک تصاعد عددی یا تصاعد حسابی تفاوتی نداره. ما کافیه A1 208 و D برابر منفی 4 رو جایگذاری کنیم. حالا این عبارت رو ساده میکنیم. منفی 4 در هر دوی اینها ضرب میشه. 208 که سر جاش هست منفی 4n به علاوه 4. حالا باید 208 رو با 4 جمع کنم. چی میشه؟ an مساوی 212 منهای 4n. این جمله عمومی ما هستش. پس ما الان رسیدیم به جایی که مسئله قبلی بهمون داده بود. حالا در این مسئله an رو برابر 0 داریم. 0 رو که قرار بدیم اینجا یه معادله درجه اول بسیار ساده داریم. از محاسبهش n مساوی 53 به دست میاد، یعنی 53مین جمله این تصاعد عددی برابر با 0 و از اونجا به بعد همه جملات اعدادی منفی خواهند بود. امیدوارم از بحث امروز استفاده کافی رو برده باشید. با ما در تماس باشید. حتما به سایت ما www.mrmat.ir بازدید بفرمایید، سر بزنید. به امید دیدار مجدد شما. خدا نگهدار.